سلام خانم جلیلی، من میخوام راجع به یکی از شاعرای معروف ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی براتون صحبت کنم. ایشون در سال 329 قمری به دنیا اومده و 3 خواهر داشته و در دوره ساسانیان به دنیا اومده، سامانیان به دنیا اومده و زمانی به دنیا اومده که پدرش آخرین روزای زندگیشو داشت میگذرونده. زمانی بچهش به دنیا اومده پدرش یه خوابی دیده و خواب دیده که پسرش بالای یه نردبون خیلی بلند نشسته و هی داره صدا میزنه و اون صدا به پسرش برمیگرده. بعد رفته به یکی از کسایی که مثلا خاورمیانه زمانا مشهور بوده اونو گفته که این یعنی چی؟ بعد اون بهش گفته که این معنیش اینه که پسرت قراره یک شاعر معروف بشه و به خاطر همینم اون صداها همش بهش برمیگشته. اما چون که ما اصلا خیلی اطلاعات کمی راجع به فردوسی داریم و مثلا اینو بگم که اسمش فردوسی نبوده و شاید توی کتابا زدن اسمش فردوسی بوده وگرنه معلومه یه دونه آدم که 1000 سال مرده و ما طبیعیه دیگه اطلاعات زیادی ازش نداریم. اما اگه من اینو گفتم فکر می‌کنم که ما دیگه هیچ چیز مفیدی راجع به فردوسی نداریم که برای زندگی نامش بگیم. چرا داریم؟ شاهنامه همون شاهکارشه که 30 سال براش زحمت کشیده، اما به خاطر اینکه ما اطلاعات کمی داریم از همین شاهنامه شاید بعضی از قسمتاشو بگیم و میگیم و بعضی از پادکست ها یا فیلم های زندگی نامه فردوسی هم اونقدرایی که فکر میکنید مختصر نیست و خیلی به بعضی از نکاتش نمیشه اعتماد کرد. حتی بهترین نسخه های زندگی نامش هم نمیتونه خیلی دقیق باشه و پژوهشگرا در واقع راجبش تحقیق کردن و نکاتی که اشتباه گفته رو گفتن، چون که خیلی ازش گذشته. فکر کنید یه نفر تو سال 329 به دنیا اومده باشه و تا الان که 2023 مثلا همینطوری شمسی بگم 1402 میاد میمونه، ولی خب زندگی نامش خیلی دقیق نیست. خب اول کار اینه که ما خیلی نمیتونیم تو بچگیش بمونیم به خاطر اینکه خیلی از بچگیش چیزای مشخصی نیست. ما نمیتونیم خیلی تو بچگیش بمونیم و حالا این کنیم تو بچگیش. اما اینطوری بگم که دورهای ساسانیان اون موقع به چند تا دسته تقسیم میشدن، گروه 1 و گروه دسته 1 و دسته 2 که تو دسته 1 اولین گروهش ملکه ها و پادشاه بود، دومین گروهش وزیرا بودن و این گروه اول تموم شد. گروه دوم فرماندهای نظامی بودن، نظامی ها بودن و دهقانان بودن. این دهقانی که من میگم با دهقان امروزی فرق داره، چون اونا نمی اومدن توی مزارع بقیه کار بکنن، خودشون مزارع داشتن، خودشون میومدن تو زمینه خودشون می‌کاشتن. فردوسی از خانواده فردوسی از دسته دهقانان بود که وضعش هم خوب بود، به خاطر همین مدارس خوب هم دسترسی داشت که بعد از پدرش مرد دیگه این همین کارا کرد و درس خوندن عالیش و
تو اونجاها زمانی فردوسی بزرگ شد خواست که در واقع تاریخ باستان ایران رو زنده نگه داره، اما خودش خیلی بهش خودش شاهنامه رو از اول طراحی کرده، بعدش اومده نه خودش به ذهنش که میشه گفت به ذهنش رسیده میشه گفت، اما هنوز دلیلای مشخصی هست که بگیم خودش طراحی نکرده. خیلی دلیلای محکمی هست. اولی و یه آقای اومد درستش کرد اول شاهنامه رو و اومد تاریخ باستان ایران رو زنده نگه داره، اما نتونست، عمرش نکشید. بعدش اومد که دقیقی یک فردی به نام دقیقی اومد که این کتاب رو دوباره اون کاری که نویسنده اولش نتونسته بکنه رو اون انجام بده، اون کتاب رو تموم کنه، اما فقط تونست 1000 تا متن بنویسه و بعدش هم توسط یکی از قوم و خویشاش کشته شد. حالا قوم و خویشاش کشته شده که ما میدونیم کی بوده، اما کشته شد و خیلی عمرش کم بود. حالا فردوسی توی خود کتاب از ایشون گفته که ایشون من میخوام کاری که اون نکرده و نتونسته بکنه و عمرش بهش نکشیده رو خودم انجام بدم. خودش میاد انجام بده، اما مهمتر از همه کتاب دیگه اون کتاب رو نداشت و بعد از کلی بالا پایین یکی از بهترین دوستاش اومد کتاب رو تقدیمش کرد. یکی از کاملترین نسخه‌هاش هم بود و از همون اول شروع کرد و خودش هم در شاهنامه نوشته که زمانی دوستم این کتاب رو بهم داد انگار دنیا رو به من دادن. حالا ما دیگه با اون کاری نداریم، اما من میگم ما راجع به زندگینامه فردوسی هیچی نمیدونیم، چون راجع به زندگینامه اصلی چیزی نمیتونیم بگیم، چون 1000 سال مرده. و چرا من دارم اینا رو با تمام دقیقیت میگم؟ به خاطر اینکه خودش نوشته، خودش تو کتاب خودش نوشته و خودش تو شاهنامه نوشته. گفته من میخواستم اینو درست کنم، یکی از بهترین دوستانم اومد اینو بهم داد و